از بس که همه صلاح و فلاح و رستگاری انسان یا خسارت او به نماز تعلق دارد، پیامبر صلی الله علیه و در نوبت نخست این مرد را به نمازش تأکید کردند و گفتند هنگامی که به نماز راست میشوی فصلی صلات مودع، مثل شخص نمازگزار که به دنیا پدرود گفته شده است، مثل شخصی که میداند که اجلش فرا رسیده و باید آخرین نمازش را خواند. برای او مهلت داده شده که این نمازت را خوان و بعد این نماز جان تو روح تو قبض می شود. میداند که همین که سلام دهم از این دنیا می روم. تصور کنیم که این گونه شخص به چه احساس، به چه شعور نماز می خواند. خیلی با خشوع، خیلی با تضرع، خیلی با نیایش صمیمانه با خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر وقت نماز میخوانی به این شعور، به این احساس نماز گذار. تصور کن که آخرین نمازت است.